یک جوانی بود، جوانی تر و تازه. پیغمبر یک سریه را به جنگ راهی کرد. خودش سریه کدام چی را میگویند دوملا؟ همون لشکری را میگن که پیغمبر در اوج چی؟ حضور ندارد. همین حدیر را در یک سریه راهی کرد. حدیر را پیغمبر از یادش برآمد که توشه راهش بکیه. توشه راهش بکیه. حدیر همینجا چکار کرد؟ یکم چی نگفت. اگر ما باشه بگیم در او یا رسول الله یا حضرت اکه در ما را یکم چی بته؟ بگیم صابران محتسبان در راه خودش ادامه داد. لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله والحمد لله، لا حول ولا قوة الا بالله و نعم زاد. گفت عجب توشه بزرگی است که برای من. همین را در راه تکرار کرد و رفت. خداوند جبرائیل به حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد. گفت همه را توشه دادی و خدای را فراموش کردی؟ یا حبیب من همه را توشه دادی، خدای را فراموش کردی؟ حتی جا و مکانش خبر داد به پیغمبر که در فلان منطقه قرار دارد. و پیغمبر یک صحابه را توشه را داد در دستشو برای خدای گو برساند. کوبرا گفت چی ذکر میکند که خداوند جبرائیل به سراغ ما فرستاد؟ جبرائیل امین آمد. بر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس برایید. جبرائیل امین آمد. وقتی بعد مرگ پیغمبر جبرائیل دیگه به سراغ ما نمی آید. همین است. جبرائیل امین آمد و پیغمبر سلام رسانید. این صحابه را راهی کرد. این صحابه را که حدیر در یک جا نشستگی کناره از همون لشکر ایستادگی همین ذکر کرده است. لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله والحمد لله، لا حول ولا قوة الا بالله. همین کرده ایستاده، ذکر کرده ایستاده. پیغمبر خدا گفت برای چی ذکر میکنه جی؟ الله ذوالجلال جبرائیل فرستاد. این روایت از طرف نافی است. نافی از عبدالله ابن عمر است. این حدیث بخاری است. برادران عزیز، وقتی که آمد که حدیر همین را ذکر کرده ساده توشه را آوردش و این رسول الله سلام گفت جانب سل پیغمبر بر تو سلام. گفت برای چی؟ گفت من فراموش کرد پیغمبر کو در توشه دادن. گفت بله. گو الله جبرائیل فرستاد برای تو. گو الله ذکرنی فوق من السما فوق العرش. گو بله الله تر از بالای 7 آسمان از بالای عرش یادآوری کرده حدیر. گو یادآوری کرد. حدیر گریان شد. گو خدایا در این حالت ضعف و بیچارگی و گشنگی و ناتوانیم من یاد کردی. ای الله کار کن حدیر تو را عمر و آباد تو را فراموش نکنه. ای الله تو کار انجام بده که یک در دل من میری خود همی قلب انداز که من حدیر تو را ابدالآباد دیگه فراموش نکنه. با آمدی صحابه پیغمبر خدا گفت آیا به سوی آسمان نگاه نکردی؟ گفت نه یا رسول الله. گفت به سوی آسمان نگاه میکردی ذکر حدیر ما بین زمین و آسمان نورانی گرداندگی بود. اگر نگاه میکردی به سوی آسمان ذکر حدیر ما بین زمین و آسمان را نورانی گرداندگی بود.
تو با سوی آسمان نگاه میکردی. برای همون شاعر میگه که ذکر حق کن تا که حق یادت کند، بندگی کن تا که آزادت کند، وقتی رفتن گر رسد همه میسازن سفر، توشه از قرآن بگیره تا اگر رحمان کند. برای میبرد یک زنه یکی بودش در پیش همه حاتم اسم برآمد. حاتم اسم خود چطور من گویا کی نشنیده گنگ کار کرد خود شده امروز اسم شد دیگه. حاتم اسم تا همون زنگ مردن خود چند کار کردی بود. وقتی که همون زنگ مرد حاتمش گفتن لبای گفت آه بچه بود همین قصو خود کار کردی گفت کریم برای همین بود در پیش یک زنه بودش برآمد نخواستم که ما را شرمنده کنم. برای پیغمبر خدا گفته من ستر المؤمنین ستر الله یوم القیامه گفته که پیغمبر هر کسی یک گناه مؤمن ستر کنه خدا ستر شده در روز قیامت گناهش ستر میکنه. و همون خاطر همون زنه خدمت کار کردم تا همین حاتم اسم یک مقاله داره میگه من کسورا شعبه میگه کسی اگر بسیار بخوره کسورت لحمش بسیار میشه. بسیار که خولی فربی میشه. فربی کشیدی میگه کسورت ذنوبه گناه بسیار میشود. همون که من کسورت شعبه کسورت لحمه من کسورت لحمه کسورت شهوته شهوتش بسیار میشود. آدم که وقتی فربی شید شهوتش بسیار میشه میگه. من کسورت میگه شهوته کسورت ذنوبه کسی را که گناه اگر بسیار شهوت بسیار شد گناهش بسیار میشود. من کسورت ذنوبه که قسا قلبه میگه کسی را که گناهش بسیار شد دلش سیاه میشود. من کسورت میگه یعنی قلبه مگه کسی را که قلبش اگر چی شود مثلا که سیاه شود غرق فی دنیا و مافیا در همین دنیا غرق میشه اون چه در یعنی فکر ذکرش همین دنیا میشه آخرت دیگه چی غافل میشه. اینا کی میگه حاتم اسم میگه. برای همین کم خوردنم کم خور رفتنم لیکن با بسیار بد خو میریم. و حضرت سلیمان علیه السلام گفت که هر کسی در دنیا بسیار خوره در روز قیامت کم بغل میخیزه. برای همین ایده برای در دنیا خوی ما بسیارتر ای آدمای پیشینه همشون در عبادت در نمازهای شب در تهجد در یاد خدا بسیارتر برای همین حاتم اسم همین قوله گفتند. حاتم اسم همین سخنشون همین است. برای بسیار اگر کسی را گناهش بسیار شود قسا قلبو من قسا قلبو غرق فی دنیا و ما فیها یعنی مقصد دیلش چی میشه زنگ تو میگه بر توس ای دکسیا کر سیمای درونت را تبا بر دل زنگار بر زنگارها جعم شد تا کور شد زی اسرارها. گناه که کردی پی در پی دیگه دل سیاه میشه. دل که سیاه شد دیگه برابره که ترا نصیحتت کنن نکنن دیگه با یک خلاصی نمیشه. سوان علیهم انذرتم ام لم تنذر لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب علیم. برابر است که نصیحتش کنی یا نکنی دیگه برابره. او یک آدم در زمان حضرت شعیب علیه السلام گفت که گناه نکنی که خدا میزند. گناه نکنی خدا گویا گناه میکنم پروردگار من گو نمیزنه گفت. بعد گوی آن یکی میگفت در عهد شعیب که بس از من خدا دیده است ای چند کردم من گناه از کرم یزدان نمیگیرد مرا. حق تعالی گفت و در گوش شعیب در جوابی و فصیح از رای غیب عکس میگوید این منقلب سفیه این آدمی دل سیاه و عکس میگه زدن خدا میگه که دلت سیاه میشه. دلت که سیاه شه دیگه غرق میشه در دنیا آنچه در دنیا دیگه. برای همیره مولانای روم در همین قصهش آوردگه که آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسادیده است ای چند کردم من گناه از کرم یزدان نمیگیرد من. اگه کریم ای خداوند نگو که کریم ای دیگه گناه کردم بگی. تو کریم بدانی تو گناه میکنی. همین آدمی جوانمرد باشه در مقابل ناجوانمردی میکنی. الله را تو کریم داری چرا گناه میکنی؟ با همون وقتم با بنده دری خدا را که شب میزده خدا ملائکه را میگفته یا ملائکتی
این استحیت من عبد لیس له غیر میگفتن با همون جان بنده گریه میکنه خدا میگفتن ای ملائکه ها من حیا میدارم از همین بنده که دری مرا زده ایستاده در همین شب دری مرا زده ایستاده همین دری ما رو آدم در شب بزنه هر کدوم باشه میگه در شب یا بکشاییم یا در شب بکشاییم در همه کشاییم بروش یکی دری الله را کسی بزنه الله در بروش میکشاید برای همین ملائکه را خدا میگوته شما شاهد بگذارین که من این گناهی همین بندم شرم میدارم سعدی میگه گناه کرده است بنده و او شرم دار بنده گناه کرده و الله شرم میکرده بنده دیگه همین ای برادرانی عزیز برای همین گناه ها مون کم کنیم در زندگیمون حیاتمون غنیمت بدانیم در همین بیماری بسیار انسانایی بودن که برادرای عزیز که ما بین ما و شما رفتن به این سبب و او سبب رفتن اکنون ما و شما موندیم همین بودگیمون یعنی جمعیتمون غنیمت بدانیم یک کاری برای آخرت کنیم که در روز قیامت دستگیر شما خیلی با این برادرمون